من 8 سالگیش فهمیدم که اوتیسمه. بعد پیش همین وراچه که لیچنی میگیرن اومدم گفتم دکتر شما همین دیاگنوزی همین بچه ما رو میدونستین چی نگفتین؟ گفت چی خیل؟ من گفتم فهمیدم اوتیسم بوده. بعد خندیدم ماشه خند کرد گفت که ها چی ده؟ من گفتم چی ده شما بر وقت مرا نگفتین؟ بر وقت مرا میگفتین من دیگه خیلی چنین میکردم خیلی وای سوز تر میشید خیلی چی گو که خیلی اگر که ما میگفتیم شما زیق میشید. من 11 سال گودک نکردم. بعد 11 سال پس با فرزند داشتم دخترچه ما کردم باید گو زندگی نکرد گو مده فرزند در کار باید انا هازی پشایمان شدگی که ما دیگه گفتم مده دیگه در کار نیم این علومین میسپر 150 سوم اون 150 چی میشه؟ دارو و کلای بچه ما 400 500 600 سومان میشی چی باید؟ گو خیلی نگاه میکنم خونه دا یگانجا کار کردن میتونم تا خونه پس یعنی قطعا انا حاضیرا آزی ششتگی پیشم دا یکی میگریزم یه جای توقعی تریزه را هوی میکنه قفانه که بالای تریزه هم دوم با دومش میگردیم دا که یکی تریزه خدشه نبر توی باید نکنم اویلوی که دیگری که دورن هم خیلی اوتیزم چه خیلی فرزنداشو مغز نگاه کنن چی کنن مرا بسیار آدم گفتن بر میستی خودت نگاه کنه بر در وای بمانیم اینترنت دمانیم اینا طرفی حسار دمانیم لینسکی دمانیم ما دیلم نشیم میگفت باید چه خیلی که خودت نگاه میکنی و جای خود نگاه نمیکنی کسل شدن گرفت بسیار گیره میکرد دکتر بردیم شخص گفتن که اوتیسم چربنای دولینی داره طبابت کردیم خاننگی ها همش راضی بودن دستگیری میکردن برای طبابت کردن دخترمون 100 بار شکر خیلی بهبودی شد خیز انا حیوانی خواستم که صدیق برمشه برای مکتب دشواری نکشه صدیقا قبول نکردن بخچه قطعی کودک امکانیت محدود داشته کار کردن مشکله گفتن و وقت مرکز حرکت فهمیدم مرکز حرکت بردم در آنجا مربی ها کار کردن ششتن خستن رنگ کردن حساب کتاب رنگ ها را مکتب تیار کردن وقتی که تنفس میشید بیرون بر اومدم مقدس میخست ایجاش رنگ معلمه بچه های حرفی چی میشد؟ بچه های حرفی چیه؟ کنی با حرف شعر خوندیم کنی با هر رقم شعر خوندیم امی خیلی گپ میزد بیاره ای ربیگو دست خونه و بکاری نادانی نمانیم و عالم هر کسی بگو گستر و جسم احیال خواهد پسر من عزیز موسی جان از 5 ماهگیش راه گشته نتوانست. انا تماما بیرون برآمدن نمیخواست. چه بوم آدمای دیدن نمیخواست. میترسید ای آدما میترسید. بعدی که مکتب در وای کردیم شه уже چسبایش به آدما کرد. انا رفت و اومد کرد آدما قدیم وای کرد. حاضر خوب ناز دستش حرکت نداشت دستی چپش کار میکرد و دستی راستش کار نمیکنه اونقدر همونجا مثلا مشغول شدن نشان دادن بازی ها مثال وای کردن شکر سوزی کمتر بهبود شدگیه شکر نمیکنم وقتی که پدرش گذشته شد بچه من 1 ساله بود مثال ایناش مکتب تماما یگانتش مکتب نمیرفتن و از بین زندگی در گردنم بود مثال دویدم میدویدم که مثال یک چیومشون شکمشون سیر کنم مثال دستکشی نکردم مثال ای بچه‌ام تربیت میکنم گفتم در نزد دوست و دشمن فرزند گفت که با پا میخیزانم
چی میکنم خست چیکار کنم زندگی حیات هم خیلی بوده این روزا چیزلو می نفسیم این نه نو من دیلم نمیشه که پسرم مثال در جای مایبو برم تیم وای فرزندی منه دیل و جگری منه مثال من میخوام که فرزند من هم تربیت کنم که مثال یک کس نگه که مثال فرزندش مایوبه